سلام علیکم، خوش اومدید دیگه. امروز من همون سپی هستم و امروز قرار بریم گرونترین وسایل دیجیکالا رو ببینیم قیمتشون چنده. حالا میگین چرا باید این کارو کنیم؟ چون احمقیم؟ نه، شما نه، من احمقم. خب آره دیگه، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اگر دوست داشتین این ویدیو رو واسه دوستاتون یا بقیه بفرستین که اونم ویدیو ما رو ببینن. و آره دیگه، بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. اولی بریم سراغ اسباب بازی که بعد ارزون باشه دیگه طبیعتا. آره دیگه، مثلا 10,000 تومن، 100 تومن دیگه، نهایتا 500 تومن. بریم گرانترینش چقدر ببینیم. 8 میلیون تومن. 8 میلیون تومن پول یه اسپین مستر؟ اصلا چی هست؟ لگو فکر کنم. 8 میلیون تومن پول لگو، این چه قابلیتهایی داره بایستم. خب رنگ یه دونه صورتی داره. بدون جادوی مدرسه. اینجا که چرت و پرت مشخصه. ابعاد کالا بله، بعض 1 کیلو، ما 50 گرمش میگیم 1 کیلو. خب سبک بازی آموزشی، بله، کاملا منطقی و واقعا خیلی توضیحات دقیقی داشت. اینجا بریم ببینیم کامنت چی گذاشتن. کامنت رو کجا میشد ببینیم؟ انگاری کامنت نداره یا حالا داره. من زیاد با دیجیکالا کار نکردم، ولی خب اولی که واقعا قیمت کاملا What's this? ای خدا، آخه این کجاش به 8 میلیون و 300 میخوره؟ من نمیفهمم این کجاش الان، این چی کار میشه کرد باش. این سراغ گرونترین چیز باید. خب بریم سراغ رواننویس که رواننویس دیگه نهایتا 2 تومن، بالاتر از این دیگه نباید باشه. بریم سراغ گرانترینش. کجایی باید هجی؟ رواننویس 22 میلیون تومن. 2000 years. این چیه مشخصاتش؟ 22 میلیون تومن. مشخصات ابعاد هیچ وزن 400 گرم. اینکه هیچ قطر ساچمه جنس بدن فلز، بله کاملا منطقی. کاش ست 12 رنگش رو موجود کنید. من اینو از بازار خریدم برای ست کردن با ماشینم که همین برنده. جنسش بد نیست، راضیم. شما هم اگر خواستین میتونید همین بخرین. یه جوری گفته انگاری خودش خیلی پول داره، حالا اشکال نداره. بدبخت شما سویدار گرفته. بچه ها، من مثلا بگیم رنگ خودکار من سبزه، من میخواستم با این ستش کنم. بیا بازم. خب واقعا این
چرا باید 29؟ فکر کنم بس اینکه بدنش از فلزه. بشیم خوب بدنش از فلز باشه. نمیدونم. بریم سراغ این چیه بابا. بریم سراغ آخرین چیز دیگه. پوشک و دیگه آره در همین رنج 20 تومن اینا دیگه باید باشه دیگه. بارو نباشه دیگه. 6,700,000 پوله پوشک. 2,000 years. شیش میلیون و 700 تومن پوله پوشک. چقدر دار مشخصاتش تعداد در بسته 276 مناسب برای وزن 11 تا 16 کیلو. اندازه خیلی بزرگ. خیلی بزرگ. ببین بچه ها خیلی خب نوع پوشک چسبی. بعد کامنت نمیذارم. اینجا بقیه مشخصات صادر کننده مشخصات. آقا چون تو این کامنت ازشم من مطمئنم یک کسی از این خریداری نکرده. میریم اینجا. بخش این پوشک 4,750,000 رو ببینیم کامنت کسی گذاشته. فکر کنم همین باشه ولی اون تعدادش بیشتره. عمل کرد خوب. آلمان کاملا بله. جالبه. نوشتیم اینجا عربی نوشته بهش اینجا زده ساخت آلمان. بله ببینیم اینجا. بله چه بسته بندی قشنگ. سفارش امروز به دستم رسید. واقعا راضیم. من پوشک های زیادی رو امتحان کردم. پوشک های زیادی رو امتحان کردم. بله کاملا منطقی. چون پوست دخترم خیلی حساس بود به این نتیجه رسیدم که این برند این یک چیز دیگه است. واقعا امیدوارم بره شگفت‌انگیز. امیدوارم بره شگفت‌انگیز. مرسی که این ویدیو رو دیدین. حتما لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. این دکور جدیدم که ساختیم و حتما واسه تون ویدیوشو میذارم. و قبل از اینکه بریم این واسه کیه؟ نه این واسه کیه؟ اینو بالا هیچ وقت کامنت نذاشتین. حالا اشکال نداره ولی اگر اینو میخواین حتما تو زیر این ویدیو کامنت بذارین. این شکم مالکیه با قلب آتیشی. واسه ارسال میکنم. خیلی آسونه. آره دیگه. مرسی که این ویدیو رو دیدین. لایک و ساب فراموش نشه و تا ویدیو بعدی شکمتون همیشه سیر باشه. خدا